درود خدمت همراهان عزیز، دانیال هستم با آموزش زبان لکی جلسه اول ضمایر در خدمتتون هستم. بریم با هم دیگه ضمایر رو بررسی کنیم. میخوایم بگیم من، تو، او، او، یا به این صورت هم میتونیم بنویسیم که او، ما، هیما، شما، هما، آنها، اون. حالا میخوایم فعل گفتن رو در زمان گذشته صرف کنیم. گفتن مصدر هست و به این صورت میگیم که وتن، یعنی گفتن. ما وتم، نکنید تو وتت، او وت، هیما وتمو، هما وتتو، انا وتو. حالا به در زمان مضارع چطور میشن؟ موشم، تو موشی، او موشه، هیما موشی من، هما موشینو، انا موشن. حالا در کامنت ها لطفاً برام بگید که من رفتم به زبان لکی چطور نوشته میشه. با تشکر از همه عزیزان.